یه سوال ازت دارم. ماشین و خونه از نظر قانون چه فرقی دارن؟ میگی خب واضحه، یکی میچرخه یکی ثابته. ولی قانون دقیقتر از این حرف هست. قانون اموال رو به دو دسته تقسیم کرده، یکی منقول یکی غیر منقول. مال منقول اونیه که بدون آسیب بشه جابجاش کرد، مثل ماشین، موبایل، طلا یا حتی پول نقد. اما غیر منقول اونی که به زمین چسبیده باشه، مثل خونه، مغازه یا زمین کشاورزی. حالا چرا مهمه؟ چون نوع مال نحوه معامله رو مشخص میکنه. برای فروش خونه باید سند رسمی تنظیم بشه، ولی برای فروش گوشی یه رسید ساده هم کافیه. پس قبل از اینکه معامله کنی حتما باید بدونی با چی طرفی، منقوله غیر منقوله. به نظرت یک کانتینر بزرگ که روی زمین ثابته ولی میشه جا به جاش کرد، منقوله یا غیر منقوله؟ نویس ببینم کی دقیق تر بلده. یه سوال ازت دارم. ماشین و خونه از نظر قانون چه فرقی دارن؟ میگی خب واضحه، یکی میچرخه یکی ثابته. ولی قانون دقیقتر از این حرف هست. قانون اموال رو به دو دسته تقسیم کرده، یکی منقول یکی غیر منقول. مال منقول اونیه که بدون آسیب بشه جابجاش کرد، مثل ماشین، موبایل، طلا یا حتی پول نقد. اما غیر منقول اونیه که به زمین چسبیده باشه، مثل خونه، مغازه یا زمین کشاورزی. حالا چرا مهمه؟ چون نوع مال نحوه معامله رو مشخص میکنه. برای فروش خونه باید سند رسمی تنظیم بشه، ولی برای فروش گوشی یه رسید ساده هم کافیه. پس قبل از اینکه معامله کنی حتما باید بدونی با چی طرفی، منقوله غیر منقوله. به نظرت یک کانتینر بزرگ که روی زمین ثابته ولی میشه جا به جاش کرد، منقوله یا غیر منقوله؟ نویس ببینم کی دقیق تر بلده.